کلیتوریس حساس ترین ناحیه از بین تمام اندام جنسی خانم هاست و البته مسئول بسیاری از ارگاسم های زنانه است و تحریک این نقطه نسبت به سایر نواحی جنسی خانم ها یه چیز دیگه است و از احساسی ترین و شهوانی ترینشون محسوب میشه. علتش هم اینه که بیشترین پایانه عصبی در بدن خانم ها اینجا است و کلیتوریس در واقع تنها عضویه در بدن خانم ها که فقط به منزله و به هدف لذت طراحی شده و هیچ وظیفه و نقش دیگه ای نداره، حتی توی تولید مثل. خیلی فکر میکنن که کلیتوریس فقط اون بخش کوچیکه که اندازه نخوده و بالای مجرای اعتدال خانم قرار داره. آره، این بخش خارجیشه که قابل دیدنه و هنگام تحریک خانم معمولا برجسته تر میشه. ولی کلیتوریس فقط همین نیست، یه بخش داخلی هم داره که خیلی بزرگتره و البته که قابل دیدن نیست و از اونجایی که یه شبکه پیچیده‌ای از بافت و اعصابه، اون خانم هایی که برای ارگاسمشون نیازی به تحریک مستقیم کلیتوریس ندارن، در واقع اونایی هستن که با دخول این بخش داخلی و بزرگتر کلیتوریسشون داره درگیر میشه و اونها رو تحریک میکنه. ولی باز میگم اکثر خانم ها درسته که با دخول حس خوشایندی بهشون دست میده، ولی از طریق تحریک و لمس همین قسمت کوچیکی که اندازه نخوده و بهش میگیم حالا قسمت خارجیه، با تحریک این قسمته که میتونن به ارگاسم برسن. پس تا اینجا اینو فهمیدیم که کلیتوریس حساس ترین بخش واژن خانم هاست و میتونید لذت بخش ترین پاسخهای جنسی رو از طریق این قسمت بگیرید. با تحریک این قسمت اونقدری تنش جنسی برای خانم ایجاد میشه تا به ارگاسم برسه، حتی اگه به ارگاسم هم نرسه حس خیلی خوبی رو تجربه کرده. خب جالبه بدونید که فرهنگستان چه نامی رو به جای کلیتوریس پیشنهاد داده. چی؟ فنج. اگه تا اینجا ویدیو رو پسندیدی لایک رو بزن بریم سراغ بقیه ویدیو. حالا چطوری میشه این منطقه پرکاربرد رو تحریک کرد؟ چون لمسش برای خانم ها خیلی لذت بخشه، بعد یهویی پریستره. کلیتوریس یه دکمه جادویی نیست، فشار دادن و لمس یهویی بدون مقدمه و بدون آمادگی اون نه تنها برای اکثر خانم ها منجر به ارگاسم نمیشه، بلکه حتی باعث درد و رنجش هم میشه. یه چیز شبیه سر حالت تناسلی مردون است. خانم ها قلق داره، لمس بدون مقدمه ممنوع. حالا مقدمش چیه؟ خانوما معمولا نسبت به آقایون از راههای کمتری تحریک میشن، ولی آقایون هزار ماشاءالله با دیدن، شنیدن، لمس کردن، استشمام بوی خوب، فکر کردن، تجسم کردن، حتی یه گوشه نشستن و هیچ کاری نکردن هم میتونن تحریک بشن. ولی خانوم ها معمولا در درجه اول، در مرحله اول با شنیدن حرفا و جملات محرک تحریک میشن. پس بیایید از آرایششون، از اندامشون، از لباسی که پوشیدن و بهشون میاد، از لحن جذابشون، از صدای شهوت آلودشون تعریف کنید. کدوم دختر یا زنیه که بدونه از نظر پارتنرش خیلی سکسی به نظر میرسه و ناراحت بشه؟ هیچ زنی. پس بنابراین اینجوری از طریق شنیدن به وجد میان و حالا نوبت میرسه به مرحله بعدی که اونم لمس مناطق کم شهوته. وقت لمس کردن راجع به اون منطقه‌ای که داری لمسش میکنید باز هم میتونید نظرات شهوت‌آلود و تحریک کنندتون رو به زبون بیارید و بیان کنید. بگید احساساتتون رو و نظرتون راجع به اون قسمت و شگفتی هایی که براتون اون منطقه داره، عجایبش، زیبایی هاش، هر چیزی که میتونید توصیف کنید تا
یه احساس مضاعفی به پارتنرتون منتقل کنید و بگید و دریغ نکنید. با لحن و بیان سکسی جذابیت و زیبایی اون منطقه‌ای که داری لمس میکنی و توصیف میکنی، باز بیشتر از قبل نظر خانم رو جلب کردی و در واقع یه گام بیشتر خانم برای تحریک شدن به جلو هل دادی. در آخر هم نوبت میرسه به کلیتوریس. تحریک کلیتوریس از طریق انگشت، دهان و زبان یا اندام تناسلی آقایون میتونه انجام بشه. حواستون باشه از اون روشی استفاده کنید که پارتنرتون نسبت به اون مخالفت و ممانعتی نداره. مثلا اگر از طریق دهان و زبان نمیپسنده، شما از روش‌های دیگه در ابتدای کار استفاده کنید. کم کم که خانم خودش متوجه میزان لذت لمس این منطقه نسبت به مناطق دیگه جنسی خودش شد، گاردش میاد پایین و به روشی که شما دوست دارید هم حتی رضایت میده و علاوه بر اون بعد از مدتی اگه شما اون کار نکنید حتی از شما تقاضا هم میکنه. چرا؟ چون ارگازم توسط مناطق دیگه جنسی شاید دیگه اصلا به نظرش نیاد و خوشایندش نباشه نسبت به ارگازم از طریق کلیتوریس. پس بنابراین این قضیه فقط صبوری شما رو میطلبه. سعی کنید همه چیو به آرومی جلو ببرید، از حرفای محرک تا لمسای شهوتی، از مناطق کم تحریک تا کلیتوریس. ولی نکته مهم این ویدیو اینجاست که شاید خیلی از آقایونم ندونن وقتی خانم خواست به ارگاسم برسه دیگه باید ریتم ضربات و این لمسا خیلی سریع بشه، چون اگه آهسته باشه باعث ارگاسم کم لذت خانم ها میشه، مگر اینکه خانم اونجا نخواد به ارگاسم برسه و بخواد رابطه طولانی تر بشه و یکم جلوتر بخواد ارگاسم رو تجربه کنه. اونجا نباید ضربات خیلی شدید و تند باشه. اونجایی که خانم خواست به ارگاسم برسه حواستون باشه اگه میخواید که لذت شدیدی رو بهش منتقل کنید، ضربات اونجا باید تند و سریع انجام بشه. اما بهترین پوزیشن برای تحریک مستقیم کلیتوریس قطعاً اون پوزیشن و حالتی است که یارتون داره به شما میگه، چون خیلی متفاوته. اما پوزیشن های معمولا عمومیت بیشتری دارن که این قسمت بدن خانم ها تو اون پوزیشن ها بیشتر توسط بدن آقایون مورد مالش و استکاک قرار بگیره و آقا با ضربات استخوان آنه خودش وقتی که روی خانم قرار داره بیشتر بتونه این منطقه رو مورد تحریک قرار بده. ارگاسم در خانم ها معمولا بین 10 تا 30 ثانیه طول میکشه و اونا میتونن چندین ارگاسم پشت سر همو توی یه نزدیکی تجربه کنن. ولی نکته جالب اینجاست که میانگین طول ارگاسم در خانم ها حتی از شدیدترین ارگاسم در آقایون هم طولانی تره. حالا شما بشین فکر کنید، تجسم کنید، اینجوری کنید، اونجوری کنید، ولی لذت بیشتر مال خانم هاست.